خیلی خوش اومدی به این ویدیو. بچه اومدیم آموزش شرک آوردن داخل ماینکرافت رو بگم. ببین بچه دو تا روشه خب که اولیش همون روشیه که مدن استفاده میکنه. ببین بچه این بازیه که الان عکسش اینجا میاد، خب این یه جور کپی هم ماینکرافته. خب که ببین اگر این لینکی که الان رو صفحه هست رو بزنید داخل گوگل، فایلش رو میتونید دانلود کنید. خب بعد حالا ببینید حالا این شکلی این چرا این صفحه اومد، اینو بالاش رو میزنیم که مثلا این کوچیک شه، بعد میذاریمش هرجا، اینو میذاریم مثلا اونجا. بعد ببینید اینجا کلی چیزه، میاد اینجا تو بخش اسکین اینو اوکی میکنین. بعد میاد تو بخش لباس این چیزه است سبزه که من ادیتور ارتونن من مثلا میاد تو اون بخش. فقط یکم بچه بایستید که من یکم نتم ضعیفه تا بهتون بگم مثلا چیکار کنید اینا. خب میای تو این بخش من یه چیزی بگم، این که خب این که نباید با فیلتر شکم برید توش، چون اون بخش لباس نمیاد. بعد بچه هم کنید 224 بزنید، اینجا کلی اسکینه، فقط با اینا نرید داخل سرور الویس ماین مپکس ماین بند میشین. خب اینو 2 بار میگم، 1000 بار تاکید میکنم. خب نرید بعد میرید پایین میرید آخر نه این هست، این شرک علیه. نه راست میگی؟ عجب. خب اینو انتخاب میکنید. بعد حالا چیکار میکنید؟ به یکی از دوستاتون میگید بیاید این نرم افزاره رو نصب کنم. بعد همین اسکین شرک رو میذاره. بعد چی بهش میگن، با نقطه اتصال بلد نیستید بعدا یه آموزش هم براتون میذارم که چطور 2 نفر ماینکرافت رو پلی بدیم. ببینید با نقطه اتصال بهش وصل شید و ماینکرافتتون رو پلی بدید. بعد یه نکته‌ای که این داره، این بگم تو این اسکیناتون لود میشه. خب یعنی مثل ماینکرافت اصلی نیست، تو این چون یه نسخه دیگه یه ماینکرافت اسکیناتون لود میشه. حالا شما که انتخاب کردین پلی رو میزنین، بعد اینجا یه وردی مثلا درست میکنین. خب اینا من بردم دوستان کریتیو باشه وای میسیم که بیارم. اما راستی اینو بهتون بگم که قرار بود من اینو وقتی شورت ویدیو گذاشته بودم اگه در تو لاک بخوره که فکر کنم الان خورده باشه، نمیدونم. خب ولی همینطوری گفتم ضبط کنم، اشکال نداره. فقط دیگه حمایت‌ها رو ببرید بالا که بچه قرار نسخه جدید ویلیتی رو بریم. خب ویلیتی فالسی و فالسیتی هم قرار بریم. کلی چیز بچه آماده کردم براتون، کلی هم واقعا کلیه، خیلیه. یعنی تو بگم خیلی شاید دیگه هم میگن نه خیلی چیز کلی ایده. فقط یکم بچه من هم کار روش میگم هم چطور بگم 2 تا چیز این زمان داره خیلی یکم توی گوش شدم، یعنی چطور بگم نمیام که چطور بگم سریع ضبط کنم و برم سریع، چطور بگم خیلی کم. بچه حالا دوربینتون رو اینطوری میکنید، الان شما شریکین به همین آسونی، به همین خوشمزگی. این الان روش اول بود، این روش اوله که مدن از همین روش استفاده میکنم با یه سری مدار دیگه فقط اوکی. آره از این روش. حالا بریم روش بعدی. اینو میزنید ویدیو داخل این شد.
بریم داخل ویدیو به مثلا اونی که میخواین رو انتخاب کنید. اون ویدیویی که میخواین. این همون ویدیویی که داخل شورت ویدیو من گذاشته بودم. ببینید توری بیاری داخل بازی مثل مدن. حالا من اینو چجوری آوردم؟ فکر کنید تنها باشید نمیخواید. ببین بچه‌ها من یه گیفی میذارم براتون. خب داخل چنل تلگرامم، اگر چنل تلگرام نداریم اون زیره. خب این گیف است. خب بذار ایناشو بیارم. اگه میخواین خوب است. ببینید اینه. خب در صورت بعد چطوری دورش این که سبز بود در اون دورش. ببینید سبز بود دورش. چطوری کنیم اینطوری بشه؟ میاین خب تو بخش ویرایش اشتباه اومدم بخش خب ببینید میای تو بخش برش. بعد این برش آدمک برشه هست اونو میزنید اینها برش میشه ولی یه قسمتاش سبز. حالا اونو چیکار کنیم؟ اونو میاین با این چیزش میکنین اینطوری داخل بازی مثل مدن. لایک این ویدیو رو برسونید. آره اینطوریه. خیلی ساده ولی به نظر من اون روش قبلی بهتر تره. آره ولی اگه یه نفرین اینو امتحان کنین. آره و بچه مرسی تا اینجا ویدیو تماشا کردید. این ویدیو هم کلی حمایت کنین. آره دیگه سعی میکنم ویدیو هم نزدیکتر بذارم و اینا. آره خداحافظ.